سلام، به ایران تیوی خوش اومدین. قبل از شروع این ویدیو یک نکته خیلی مهم رو شفاف بگم. در این کانال ما وارد حاشیه سازی، شایعه پردازی یا زندگی خصوصی هیچ شخصی نمیشیم. اینجا فقط درباره نقش اجتماعی، رسانه‌ای و تأثیر فرهنگی چهره‌ها صحبت می‌کنیم. نه قضاوت شخصی، نه تخریب، نه خبر زرد. اگه دنبال تحلیل واقعی هستی، این ویدیو برای توه. به ایران تیوی خوش اومدید. تصویر تازه و منتشر شده ای از بانو گوگوش، اسطوره و چهره ماندگار موسیقی ایران در ساعات اخیر در فضای مجازی دست به دست میشه. تصاویری که بار دیگر توجه مخاطبان و هواداران این هنرمند رو به خودش جلب کرده. دوستان عزیز، به کانال ایران تیوی خوش اومدین. قبل از هر چیز، اگه هنوز عضو کانال نشدین، لطفاً روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید، زنگوله رو فعال کنید و با لایک و کامنتتون از ما حمایت کنید. امروز با دست پر اومدیم با خبرهای جدید و جزئیات تازه از بانو گوگوش. گوگوش عزیز ساعتی پیش تصویری جدید از خودش منتشر کرد که خیلی از طرفدارانش رو غافلگیر کرد. استایل خاص، شیک و در عین حال جوان پسند اون باعث شد حتی نسل‌های جدید، مخصوصاً متولدین دهه 90، دوباره مجذوب شخصیت و ظاهر این اسطوره موسیقی بشن. این تصاویر نشون میده گوگوش همچنان همون کاریزما و جذابیت همیشگی رو حفظ کرده. خبر خوبتر این که طبق اطلاعات منتشر شده، حال عمومی خانم گوگوش این روزها خوبه و در آرامش به سر میبره. بعد از حاشیه‌هایی که اخیراً با مصاحبه کامبیز قربانی فرزند گوگوش و گفتگوی اون با امیر قاسمی ایجاد شد، به نظر میرسه بانو گوگوش تصمیمی آگاهانه و حساب شده گرفته. تصمیمی برای دوری از فضای حاشیه ساز و مدیریت شرایط خانوادگی به شکلی آرامتر. اون تلاش کرده با باز نگه داشتن درهای ارتباط فضای صمیمانه تری برای خانواده و نوه‌هاش ایجاد کنه و از التهاب‌های رسانه‌ای فاصله بگیره. این رویکرد جدید گوگوش برای خیلی‌ها نشانه بلوغ، آرامش و انتخاب درست در مقطع حساس زندگیشه. تصمیمی که هم به سلامت روحی و جسمی خودش کمک میکنه و هم به روابط خانوادگیش. البته با وجود تلاش‌های بانو گوگوش همچنان اظهارات جنجالی از سوی کامبیز قربانی شنیده میشه. اون در مصاحبه اخیرش صحبت‌هایی مطرح کرد که واکنش‌های زیادی به همراه داشت، از جمله گلایه درباره مسائل مالی و همکاری کاری با مادرش. این حرف‌ها مثل همیشه باعث شکلگیری دو نگاه متفاوت شده. عده‌ای این صحبت‌ها رو نشانه ناسپاسی می‌دونن و عده‌ای هم معتقدن شاید مدیریت این همکاری خانوادگی از ابتدا اصولی نبوده. اما واقعیت اینه که طبق شواهد و اطلاعات موجود، بانو گوگوش در طول سالها حمایت‌های مالی و درمانی قابل توجهی از فرزندش داشته. از خرید خودروی مورد علاقه گرفته تا پرداخت هزینه‌های درمانی سنگین و پیگیری بهترین روش‌های پزشکی برای بهبود وضعیت اون. مسائلی که در برخی مصاحبه‌ها کمتر بهش اشاره میشه. در مقابل برخی مجریان و کانال‌های پرحاشیه با بزرگنمایی این اختلافات تلاش می‌کنند از احساسات مردم سوء استفاده کنند و صرفاً برای جذب بازدید و درآمد روایت‌های یکطرفه و تحریک آمیز ارائه بدن. دوستان، ما اینجا بارها تاکید کردیم دنبال کانال‌هایی که صرفاً با حاشیه سازی، تخریب و روایت‌های زرد کار می‌کنن نرین. شاید این کانال‌ها بازدید بیشتری داشته باشن، اما واقعیت و انصاف در کارشون کمه. ما اینجا تلاش می‌کنیم اخبار رو با بررسی و مسئولیت پذیری منتشر کنیم، حتی اگه اندازه بعضی کانال‌ها بزرگ نباشیم. در مورد استایل جدید بانو گوگوش هم باید گفت اون با شلوار جین آبی، کتونی ساده و خوشرنگ، کمربند ظریف و یک ظاهر بسیار شیک، استایلی که دوباره همون گوگوش همیشگی رو به یاد مخاطبان می آورد، ساده، خاص و بی نیاز از اغراق وارد جمع شد. همچنین طبق خبرهای رسیده به زودی شاهد مصاحبه‌ای تازه از گوگوش با یکی از رسانه‌های بین‌المللی خواهیم بود.
مصاحبه‌ای که در اون درباره کتاب جدیدش صحبت میکنه. کتابی که میتونه حضور و جایگاه اون رو در عرصه‌های بین‌المللی پررنگ‌تر از قبل بکنه. گوگوش هنرمندیه که به باور بسیاری هنوز هم بخشی از استعدادهاش اونطور که باید دیده نشده. متاسفانه برخی کانال‌ها بدون هیچ شناخت یا مطالعه‌ای درباره اون فقط از نامش برای جذب مخاطب استفاده میکنن. در نهایت بانو گوگوش با رفتار و تصمیم‌های اخیرش به وضوح نشون داده که خانواده‌اش، فرزندانش و نوه‌هاش همچنان جایگاه اصلی رو در زندگیش دارن. پیامی که مستقیم و غیر مستقیم بارها منتقل شده. نظر شما درباره این اتفاقات چیه؟ دیدگاهتون رو حتما در بخش کامنت ها بنویسید. اگر موافق تحلیل ما هستید یا حتی اگر نقدی دارید خوشحال میشیم بشنویم. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی شبتون بخیر.